سلام مته. سلام ارم. امیدوارم مزاحمت نشده باشم. دوبله شده در استودیو جن. از دیدن من خوشحال نشدی؟ اگه نمیخوای من برم. نه 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 نه. نمیخوای دعوتم کنی بیام تو؟ باهات یه کاری داشتم. تا تو کاری نداشته باشی که نمیای ارم. اینجوری نگو ناراحت میشم. وضعیتمونو با فاتح که میدونی. آره میدونم، فضای مجازی منفجر شده. البته من و فاتح هنوز با هم دوستیم. امیدوارم اینم بدونی. منم با فاتح هنوز دوستم. ولش کن بیخیال. تو چرا اومدی؟ اطلاعات یکی رو لازم دارم. حلش میکنی، مشکلی نیست. کیه؟ فادیک همراز. دختره کیه؟ هیچی بابا، از بچهای خانه مده. پیش این اون غیبت همو میکنه. میخوام ببینم چه مرگشه. به چه حقی غیبتتو میکنه؟ الان ردیفش میکنم. راستی چیزی میخوری بیارم؟ مثلا بکش بریز پایین. خسته نباشی میچو جون. آقا شب شما بخیر. ما رفتیم. به سلامت. شب بخیر آقا. برو به سلامت. خب دیگه بسه. فردا رو که ازمون نگرفتن دومار. را بیافتاریم خونه. جدی امروز تموم شد؟ آره تموم شد. برو خونه قشنگ استراحت کن. فردا یه روز جدیده. کارهای دیگه داریم. شاد اومد. دایی منم ببر خونه. برو خونه خودت پیش زنت. دایی چرا نمیفهمی من چی میگم؟ تو اون خونه جونم تو خطره. ولشون کنی پوستمو قلفتی میکنن. من اونجا استرس دارم به خدا. اینا طبیعیه پسرم. اینا سختیای دوماد مردم شدنه. بله طبیعیه. هنوز اول شکنجه همونه داداشم. هم تو حالا میکشی هم من. آخه داداش تو خبر نداری چجوریم؟ به خدا دست کم گرفتی تو اون خونه. دایی نگاه کن تا اینجا تعقیبم کردن. بابا جون خدا بد نده فهمی. تو چرا اینجوری شدی؟ چیه رفتی زیر کامیون؟ بابام یه تصادف کوچیک کرده بابا شکرت. بابا اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی پسر؟ امروز کارخونم نرفتی؟ نتونستم، نذاشتم برم. فاتح از این به بعد پیش خودم میمونه. که چی بشه آقا؟ تو کارخونه اون همه کار ریخته. خودت برو کارخونه بالا سر کار خودت باش. فاتح برای من ماهیگیری میکنه. چی؟ بابا تو ساکت فاتح. سوار شو بریم. اگه قرار کسی سوار این بشه اینه. اورهان. بله پسرم برو پیش پدر زنت بشین. نه دایی من سوار نمیشم. گفتم سوار شو. نه دایی جون من سوار نمیشم. نمیخوام دیگه. تو سوار شو. دایی بمیرم من نمیرم اونجا. باشه باشه خیلی خوب رفتم. مسافرتو زدی فهمی خواهم. برو دیگه کاری نداری. برو. را بیفت دوماد. بهت گفتم بگو. ببینین من هرچی میدونستم بهتون گفتم. حرف بزن. به خدا گفتم دیگه. چیز دیگه ای نمیدونم من آخه. بگو جوجه وگرنه بلایی به سرت میارم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. حرف بزنم هم نمیتونم برم. بگو وگرنه با انواع اقسام شکنجه آزارت میدیم. بگو طلاق. ته دریا. ته دریا. نه نمیتونم اونو بگم. بسیار خوب جوون.
خودت خواستی. چی کار میخوایم بکنین؟ چی کار داریم میکنین؟ چی کار میکنین؟ بس دیگه. داری چی کار میکنی؟ میخوایم مجبور بشه بگه. چی مجبور بشه بگه؟ جفتتونم یه چیزیتون شده؟ برای جداییش از سلین تلاش خودمونو میکنیم والد خاتون. آهان، من اونو کلا یادم رفته بود. دخترم مگه اضافی پولته که یادت میره؟ آدم با یکی عقد کنه یادش میره؟ باشه، حالا که اینطوره من طلاقش میدم. چی کار میکنین؟ طلاق طلاق طلاق. خوب شد؟ راحت شدین؟ هرچی خودمو میشورم انگار بوی ماهی نمیره. انگار همه جام پولک شده. ای بابا فاتح چقدر قر میزنی؟ همش یه روز رفتی ماهیگیری، هر کی ندونه فکر میکنه چند روز رو آبی. خانم هم میچو شدن هم دومادی کردن راحت نیست. دارم سعی خودمو میکنم دیگه. نخند. آخ تازه کلباستی هم در آوردن واسه من. نمیفهمم اهل آلازیق بودین آلازیقی باید میرقصیدن. چه رسمیه؟ یه لحظه، کلباستی برای بابا اینا خیلی چیز مهمیه، جزئی از زندگیمونه. یواش تون نرو. جزئی از زندگیشونه تون نرو. پام پیچ خورد. خیلی درد میکنه؟ خیلی. با این پا واسه بابات صندوقم کشیدم. من یه پماد دارم، از اون میزنم میپیچم، صبح هیچ اثری ازش نمیمونه. جدی میگی؟ خیلی ناجوره. اگه یکم دردش کم شه خوب میشه. یه کاری میکنی؟ بذار اینجا. کجا؟ خیلی خوب. اینجاست؟ آره همونجاست. خیلی خوب یواش. اینجوری خوبه؟ آره یکم بالاتر. خوبه؟ آخیش عالیه. یکم بالاتر. آفرین که به شوهرت خدمت میکنی. آخ چی کار میکنی تو؟ میخوام مخت تکون بخوره. یکم آدم باش دختر، خروس جنگی. تو همینقدر لاابالی نباش. ما اینجا درد بکشیم. خیلی خوب نخواستم بابا. ایش منم که میمیرم تو رو ماساژ بدم. گربه چیزشو دیده فکر کرده زخم. بله اون گربه هم خودتی، نمک نشناس. به خاطر تو اینا رو تحمل کنیم، بعد اینم جواب محبتمون. به خاطر من؟ اینا به خاطر من سرمون اومده فاتح خان. بابام ای کاش لال میشدم اون پیشنهادو نمی‌ذاشتم. قربون اون دهنت، ای کاش. بله آقا فاتح باید زودتر بیان کارخونه. بی خبرت دارایی اومدن بازرسی، از همون شکایت شده. چی؟ الان؟ بله داشتن کامیونا رو بار میزدیم که اومدن. الانم بارا رو خالی میکنن، میخوان شمارش کنن. خدایا بکش خلاصمون کن. بکشمون بریم. کمک کن رخت خوابا رو بندازیم. عجب گیری کردیم. بابا یه رخت خواب بندازیم گفتن این همه قُر زدن داره. نه بابا اونو نمیگم، باید برم کارخونه الان. این وقت شب؟ آره. اگه واقعا زن و شوهر بودیم شک نکن طلاق میگرفتم. چه دروغ شاخ داری پسر. تو دروغ گفتن رو دست نداری. این وقت شب کارخونه جون عمت. تو شک کجاست؟ اون یکی کامیونم خالی کنه. فرهاد اینجا چه خبره؟ فکر میکنن از مالیات فرار میکنیم، دارن بارا کامیونا رو چک میکنن. مالیات؟ آقا کمال جناب شبتون بخیر. من فاتح شکرجی زادم. میتونم بپرسم برای چی اینجاییم؟ ازتون شکایت شده. ما هم طبق روال بارا رو چک میکنیم. چه شکایتی شده؟ کی شکایت کرده؟ تو این مورد من اطلاعی ندارم آقا فاتح. من فقط مأمور کنترل محصول و برگه ها هستم. با اجازه.
آقا کمال، گزارش همه مبادلات رو میخوام. شمارش بارم خودتون شخصا انجام بدید. هر کی اینا رو فرستاده اینجا مشخصه یه فکرایی تو سرشه. هیچ تخلفی دیده نشده آقا فاتح. بی زحمت اینجا رو امضا کنین. شما هم به اون شاکیه سلام برسونین. ضعیفترین حمله یه که تا حالا به شرکتمون شده. از تخلف و بیشرفی هیچ وصله‌ای به ما نمیچسبه. هیچ وصله‌ای. ما راحت به اینجا نرسیدیم جناب. بابت همکاریتون خیلی ازتون ممنونم. خواهش میکنم. خب چه خبر آقا کمال؟ این نقشه یا هر کی که هست با فرستادن مامورا یکم عجله کرده. اگه بعد از بار زدن اون سری آخر مامورا می اومدن مبلغ زیادی باید مجازات می شدیم. آقا فاتح حالتون خوبه؟ بله. جنسای اینجا تو لیست مبادلات این هفته نبود. یعنی وقتی کامیونا حرکت کردن برای بازرسی میرسیدن. شمارش جنس کامیون با تعداد توی لیست همخونی نمی داشت. یعنی کسایی که این گزارش دادن از یکی تو اکیپ خودمون استفاده کردن. پیداش میکنیم. آقا کمال خوب بخوابیم. شب بخیر. اوی 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 براس اینجوری براس آها ببین دسته بالا. حالا غیرش بده غیرش بده غیرش بده غیرش بده غیرش بده غیرش بده. چی کار داری میکنی؟ بچه سرما میخوره. زینب بیدار میشه. عزیزم جگرگوشم گریه نکن مادر. ایش میچوی مام انگوشتو بخورم. شما اینجا چی کار میکنین؟ بچه سرما میخوره. گفتم عجبا همه ببرش تو. بیا جیگر امه بیا قربونت برم. فاتح تو کجا بودی؟ زنگ زدم گوشیت خاموشه. کارخونه بودم دیگه. تو باور نکردی. رفتم کارخونه شارژم تمام شده. فاتح یکم قبل چرت زدی؟ از بیخوابی دارم میمیرم. صبح بخیر بابا شوکت. شب بخیر. کجا داری میری مغز نخودی؟ حاضر شو میریم ماهیگیری. بابا گناه داره. بچه نمیتونه سر پا وایسه. کجا بیاد؟ رو دریا با یه پس کردنی جور میشه مگه نه دوماد؟ نه خیر جناب هیچ هم اینطور نیست. فاتح هیچ جا نمیاد. اگه کسی رو لازم داری من باهات میام. زینب میرم. فاتح تو برو بخواب. فرار کن خودتو نجات بده. گفتم که نه. بابا وایسا الان میام. نمیخواد. خیلی خوب باشه دوماد. امروز رو بهت مرخصی میدم ولی فردا صبح قبل از من اینجا وای میستی. شیفمه؟ زینب زندگی ما نجات دادی. باشه خیلی خوب باشه. پاشو. خیلی ممنونم. برو بالا. هنوز بوی ماهی میدی. برو بخواب. خودت برو. اول یه دوش بگیر. برو فاتح برو. خاله مقدس حتی فامیلی قبل از ازدواج مادر دخترارم پیدا کردم. همه چی رو فهمیدم. آفرین ارم جون. بهت افتخار میکنم. این اطلاعات رو هر جا که لازم باشه استفاده میکنی. خیالت راحت باشه. فادیک تو مشتته خاله. اما ارم جون مبادا بذاری سلین شک کنه ها. زود میره با اون دختره بی کلاس دست به یکی میشه. هیچ نگران نباش. دهن من قرصه. خب ارم جون مرحله بعد نقشه رو چیکار کنی؟ اینا رو برای بالا رفتن اطلاعات عمومیمون که جمع نکردیم ها؟ با کلی زحمت به اینجا رسیدیم. یه جوری ازش حرف میکشیم. ارم جون اینجایی که میگی سخت‌ترین جای کارمونه. آخه چه جوری حرف بکشیم؟ شکنجه خیلی زیادیه. ارم جون اگه قرار به شکنجه بود چرا انقدر تحقیق کردیم؟
نمیشه. ببینم اثر انگشت نذاریم وگرنه همه چی لو میره. پس چه جوری؟ باید ازش یه نقطه ضعف گیر بیاریم. ولی چطوری؟ فهمیدم. تقدیر بریجی. تقدیر بریجی؟ اگه اطلاعاتی که میخوایم گیر نیاریم این چک پاس نمیشه تقدیر خانم. اصلا نگران نباشین مقدس خانم، من کارمو بلدم خانم. با تومه های کوچیک از ذهن آدم اطلاعات زیادی میکشم. شنیدم این دختر خانم شیفته شماست. تا متن هفتگیتون رو نخونه برنامه ریزی نمیکنه. یه چند بارم به شما ایمیل زده اما خب جواب ندادین. شایدم هر چیزی زمانی داره مقدس خانم. زمان جواب اون ایمیلا الانه. خواهیم دید خانم. پشیمون نمیشیم. خیلی ممنونم مقدس خانم. تقدیر؟ دیشب خواب شما رو دیدم. باید هر چه زودتر ببینم ایتون. تقدیر بیلیجی. های خدای من، باورم نمیشه. فال دست میگیریم؟ قهوهم نخوردیم. من برای دیدنم لازم نیست چیزی ببینم. چاکراهامون به هم دیگه میخوره. لطفاً سکوت کن. شش. شش. یه جمعیت زیاد میبینم، مثل یه مسابقه. همه جا پر از پاندیسپانیاست، همه جا خام. بله درسته. من برای مسابقه کیک‌پزی اومدم. من کیک‌پزی میخونم. میدونم، میبینم، حس میکنم. باورم نمیشه. باورم نمیشه. یه دوست داری از راه دور اومده، از اون ور اقیانوسا. برو بابا. زینب؟ این دختر خوب جا پاشو محکم کرده. عروسه خونواده ثروتمند. آره رسما زندگیش عوض شد. ولی وضعیتش یکم پیچیده است. چجوری بگم؟ یه پسر داره، تو زندگیش یکی هست. نمیشه گفت کسی نیست. نمیشه گفت مجرده. نمیشه گفت متأهله. نمیشه گفت دوست تو انگار یکم مغزش مشکل داره. نه خیر ندارم، چین چیزی نیست. اون ارتان بهش. چی گفتی؟ فادیک خانوم. ارتان کیه دیگه؟ گفتم فاتح. چاکرا دروغ نمیگه. هر کی دروغ بگه سنگ میشه. بس دیگه، این جلسه به جاهای بی ربط میره. من از این چیزا خیلی میترسم. صبر کن اصلم، کجا میری؟ ارتباط 100% بود. دقیقاً از اونجا میخواستم به بخت تو برسیم. تقدیر خانم کافیه دیگه. نه به من پیام بدین نه به بخت من برسین. این ارتباط رو قطع کنین لطفاً. زینب پوستمو میکنه. چقدر پول؟ ها؟ برای اینکه از دخترم جدا شی و برای همیشه از این خونه بری چقدر پول میخوای؟ شما منو اشتباه فهمیدین فهمی خان. من اونجوری که فکر میکنین فروشی نیستم. پسرم، هر کسی یه قیمتی داره.
بگو قیمت تو چنده؟ بابا بیا دخترم، داشتم با ارهان معامله میکردم. منو نمیتونیم با پول بخریم فهمی خان، نه امروز نه هیچ وقت. چه خبره اینجا؟ پاک فیلم سینمایی شد. باباییتون فکر کنم زیاد فیلم میبینه. ارهان صبر کن. برش کن سلی، بذار بره. بابا جون چرا متوجه نیستین؟ فیلم عقدمون تو اون کلبه دستشونه. بذارن تو اینترنت آبرومون میره. به من فکر کنید بابا. خب پس از کسی به اسم ارتان حرف میزد؟ بله مقدس خانم، بعدش هم پشیمون شد و با عجله فرار کرد. معلومه این ارتان تو زندگی زینب فرد خاصیه. خیلی ممنونم تقدیر خانم. حالا شما تا اطلاع ثانوی همه این اتفاقا رو فراموش کنین باشه؟ هر جور شما صلاح بدونین. باشه، پس بعدا دوباره باهاتون تماس میگیریم. دخترم دیدی بهت گفتم این دختره یه ریگی تو کفشش بیار. یه نقطه ضعف عالی ازش گرفتی، باید یه حمله قوی داشته باشی. خیالت راحت باشه، ضربه آخر خوب میزنم. خلاصه این که نتونستم هنوز به کسی چیزی بگم. تو گوشت با منه؟ آی تو فکر فالگیرم زینب. اوف فادیک بس کن، جدی این خرافاتو باور میکنی دختر؟ بابا بهت میگم همه چیو میدونست، اونم نه فقط چیزای مربوط به منو. کی؟ چی فهمید؟ از کی بهت چی گفت؟ هیچی بابا. از چی حرف میزدیم؟ ای بابا این دیگه کیه؟ بله فادیک جون. سلام عزیزم، منم مقدس شکرچیزاده، مادر شوهر زینب. سلام مقدس خانم عزیز. سلام، من میخوام با تو درباره یه جریانی صحبت کنم، اما یکم خصوصیه، نمیخوام کسی بفهمه. موضوع چیه؟ ما تا یه چند روز دیگه برای زینب و فاتح میخوایم یه جشن کوچولو بگیریم. خب یعنی منم به کمک احتیاج دارم. میگم یه سر بیایی خونمون، حضوری درباره جزئیاتش حرف بزنیم. خیلی خوب باشه سر شب میام یه سری بهتون میزنم. باشه سلام، پس فعلا خدافظ. میاد داره؟ میاد. بابا من اونجا چی کار دارم آخه؟ چرا به هم میگی برو ها؟ البته که باید بری. میری اونجا ببینی چه مرگشه به منم میگه بدون اینکه چیزی از دهنت بپره. من چیزی از دهنم بپره؟ زینب بابا چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ مامانت میخواد همه چی از زبون فادیک بکشه. منم بازیشو به نفع خودم تموم میکنم. زینب میشه یه مدت سر مادر پدر رو بحث نکنیم؟ من که خفه شدم. آی منم. بریم هوا بخوریم. چه هوایی؟ من چه میدونم، بریم بیرون، حوصلم سر رفته، همش بازی، دروغ، دوز و کلک، اونو گروگان گرفتن، اینو نجات بده، ماهی بگیر، کلباسی برقص، هوا بخوریم. شما بریم بیرون، منم یکم با مامانم اینا باشه. تو اونو بدش به من، بده من ببرمش پیش خاله هاجر. عالی میشه. بیا پهلوان، یه بغل بابایی پسر، بریم. زینب این خیلی جگره ها، عروسی کنی. من الانشم زن ایشونم. هیس خیلی خوبه. benim hayatım, benim kararım, sonucuna razıyım. چی کار میکنی؟ در رو باز کردم. حوصلت سر نرفته بود؟ با ماشین میگردی؟ پس چی کار کنیم؟ من میگردونم آقا پسر، بیا یکم قاطی مردم شی. بیا بریم. ببخشید زینب کجایی؟ با اجازه ببخشید. منظورت از قاطی مردم بشیم این بود؟ آره؟ معلومه با پشتی ها خونواده شدیم، بدون اونا میمیرم. فاتح چیه؟ از دست تو جدی سوار اتوبوس نشدی؟ نه خیر، ماشین داشتم. چی؟ ببخشید. این بچه مایه داره تنبل. بام خیلی شکست. خوب، کم مونده، تحمل کن تا ایستگاه بعد پیاده میشی. ببخشید ببخشید اجازه میدین؟ ببخشید.
سب کن زینب. زینب ببین قلعه دختر. تا حالا اینقدر از نزدیک ندیده بودم. باور کن. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme gel. Açılsın artık perde. Sen ve ben başrollerde. Hiç bitmesin bu oyun. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. Hep benle kal gitme. خیلی ممنون زحمت کشیدی. نوشه جان. خیلی خوش اومدی. خیلی ممنون مقدس خانم عزیز. خب بگو ببینم بچه ها چجوری ازدواج کردن؟ چجوری ازدواج کردن؟ آی خیلی قشنگ و رومانتیک بود. ازدواجشون معرکه بود. نمیدونی چقدر عاشقانه بود. یه آدم از این بهتر نمیتونه ازدواج کنه. آی خدا قسمت منم بکنه. تو پیششون بودی؟ من؟ چیزه به من ویزا ندادن. متاسفانه نتونستم برم عروسیشون. عروسی گرفتن؟ کیا رو دعوت کردن؟ شاهد عقدشون کیا بودن؟ چیزه من نمیدونم. ای جونم چه دختر نازنینی. خب زینب قبل از ازدواجش با کی زندگی میکرده؟ چه میتونم خانم، حتما یه همخونه‌ای داشته دیگه. اینو برای چی میپرسی؟ هیچی عزیزم. نه میگم تو جشنی که میگیریم اونار هم البته که به خاطر این میپرسم، وگرنه به من که هم خونش کی بوده. خب بگو به محضی که رفتن ازدواج کردن. آره من از کجا میدونم خانم؟ مقدس خانم عزیز شما واقعا برای چی گفتین بیام اینجا؟ فادیک جون این چه سوالیه؟ ما دیگه با هم آشنا شدیم مگه نه؟ بله درسته. راستش آشنایی مثل شما داشتن خیلی چیز با ارزشیه مقدس خانم. راستی خونتونم واقعا خیلی شیک و دلبازه. اینجا چند تا اتاق داره؟ 15 با 3 سالن. برگردیم سر بحثمون. حالا اتاقا رو ول کن. خوب فادیک جون من یه پیشنهاد دارم عزیزم. الان یه لیست در بیاریم. خب کسایی که تو زندگی زینب اومدن، اما همه رو ها، حتی اگه مال قدیم ندیما باشه بازم بگو بنویسم. خب فقط زینب خوشحال بشه. باشه عزیزم. باشه گولای بفرمایید مقدس خانوم. قلم کاغذ بیار. چشم. بودو بیا یه غذای خوشمزه مهمونت کنم. اینجا؟ آره. درو ببند بیا.
یخ زدی ما. آره. ولی خوش گذشت. البته غیر از ماجرای اتوبوسش. خب دی من آوردی. منم خیلی وقت بود نیومده بودم. دلم تنگ شده بود. قدیما کلاً یه پام اینجا بود. تنهایی؟ معمولاً تنها. تو از تنها گشتن خوشت میاد نه؟ نمیدونم. بحث خوشایندی نیست. همیشه تنها میمونم. هر کی میاد تو زندگیم یهو میذاره میره. من نمیرم زینب. بیا بشینیم اینجا. شیشش خیلی بزرگ بود. اوف. تو هم از پارتی خسته شدی؟ کدوم پارتی؟ اورهان تو مستی؟ نخیر. راستشو بگو اورهان. چی کار میکنی بابا؟ باشه چیزه، من یه شیشه کوچولو برداشتم. یه شیشه کوچولو؟ ببینم تو اونو از اونجا برداشتی؟ اگه مچتو میگرفتن چی؟ نه بابا مچ کدومه اصلا. من وقتی رفتم تو یه سکوی بود روش یه دونه شیشه بود، اونو برش داشتم. تو اونو خوردی؟ دیوونه شدی؟ اون شامپاینیه که تو عروسی مادر بزرگ و پدر بزرگم باز کردن. مادر بزرگم یه عمر اونه یادگاری نگه داشته، از اونجا برش داشتی؟ خب فادیک جون همش فامیلا رو نوشتیم. این دختر هیچ دوستی نداره؟ خب مقدس خانم عزیز، وقتی زینب رفت آمریکا رابطش با همه ی دوسته اینجاش قطع شده. چرا چرا میگی دختر جون؟ یعنی خب آدم دوستایی داره دیگه، دوستای خانم، دوستای آقا. درسته، جواد و کامیل. فادیک جون ببین، ما خانواده‌اش یا دوستای خانوادگیشو راحت پیدا میکنیم. ما ازت یکی رو میخوایم که راحت پیدا نمیشه. منظورتون چیه؟ همش از کسایی که هر روز میبینیم یا مجبوریم ببینیم حرف میزنی فادیک جون. این دختر تو گذشته هیچ دوستی نداشته ها؟ مقدس خانم عزیز، میشه من یه دستشویی برم؟ به 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 این معرکه است. وای خدا. فاته، منظورت از این که گفتی از زندگیت نمیرم چی بود؟ به هم گفتی از زندگیت نمیرم، منظورت چی بود؟ نه بابا هیچی، همینجوری گفتم، منظوری نداشتم. بالاخره این یه بازیه و این بازی یه روز تمام میشه، مگه نه؟ آره خب. خب از این بازی جفتمونم خسته شدیم، مگه نه؟ آره نه، ولی اگه بازی نبود تو هم بالاخره خسته میشدی. همه یه مردا یه روزی خسته میشن. ناجه منظورت چیه زینب؟ اینه شما مردا مسئولیت بیفته گردنتون زود فرار میکنه فوری. دوبله شده در تو منو با یکی دیگه عوضی گرفتی. مطمئن باش اگه این جریان یه بازی نبود منو کاملتر میشناختی. یعنی یه جور دیگه با هم روبرو میشدیم، آشنا میشدیم. اون موقع میدیدی بعضی از مردا از مسئولیت فرار نمیکنن، پای احساسشون وای میستن، به خاطر طرفشون پی همه چی رو به دلشون میمونه.
فاتح بر ندار یه چیزی میخواستی بگی. باید وردارم فادیک پیش مامانت. ولش کن. بله فادیک. الو زینب دختر کجایی؟ تو مرگ من بیا اینجا. ببین اینا عین این کارگاه ازم لیست اسم میخوان. ببین لازم باشه مادرم هم میفروشم. بودو نجاتم بده. باشه هیچی بهش نگی. خیلی خوب الان میام. تحمل کن. داشتی یه چیزی میگفتی. پاشو بودو همین الان باید بریم. بودو دیگه بودو. خب یه لحظه خب وایسا حداقل اینو میخوردیم. ای بابا کوفتمون شد. زرق و برق و نگاه. آی بابا ما گفتیم شراب مایه داراست یه حالی بکنیم. امام چرا مثل زامبیا شدم؟ تو از اولش هم زامبی بودی کاکو. یه نگاه به خودت بنداز. تو چی گفتی؟ زامبی. نه قبلش تو به من گفتی کاکا؟ آره کاکو. خانم ببین من شوهر جنابالیم. پسر من طلاقت دادم. سلین خانم تا من نگم تموم شد هیچی تموم نمیشه. اینش نمیمیره. شنفتین چی گفتم؟ اورهان خب فادیک جون دیگه کسی به ذهنت نمیرسه؟ من هر کسو که میشناختم بهتون گفتم. نه هنوز هیچ کسو نگفتی. عمایتم گفتی. جاویدان گفتی. باشه فادیک جون. پس یه کاری بکنیم. یه پیشنهاد دارم. حرف بریم. مثلا از شروع کنیم. چی شد؟ لازم نیست. نمیدونم. از همین لحظه به بعد یه کلمه هم درباره زینب حرفی نمیزنم. خب اینجا چه خبره؟ چی کار دارین میکنی؟ پس به زینب خبر دادی؟ آره. سلام. ما داشتیم محض ارتان حرف میزدیم. Çiçekler gibiydim doğuştan. چی؟ دوبله شده در استودیو جیم. گوش کنین چی میگم. این مردک دزد مست یه بی سر و پاست. یک بار دیگه پاشو توی این خونه نمیذاره. شنیدین؟ اون عکسا رو میخوام فاتح. هیچی از جشنتون ندیدی. حداقل شما رو توی لباس عروس و دامادی ببینی. دیگه یه عکسو که ازمون دریغ نکنی. اون عکسا سریع از آمریکا میاد اینجا فاتح. من صاحب هلدینگ اورگولر مریم هستم. بفرمایید. چون مدت زیادی سوئیس بودم نتونستم باهاتون آشنا بشم. خانم من یکم عجله دارم. لطفاً بریم سر اصل مطلب. خبر دارید که میخوام مارک شکرچیزاده رو خریداری کنم؟ بله؟ همون شرکتی هستین که اون مبلغ نجومی رو پیشنهاد داده؟ بله در این مورد اصلا موقعیت مناسبی نیست. در ضمن از پیشنهادتون استقبال نمی‌کنم. ببینید آقای فاتح من ممنون. روزتون بخیر.